هر نفس چشنده مرگ است. بله قدر چمن را بلبلی افزوده می داند. غمی مرگی برادر را برادر مرده می داند. با اویله مرحوم دامالله حکمت الله با اویلهش صبر جمیل خوانیم. خداوند صبر دهد و اجرش را جنت الفردوس کند. وزیر درباره‌اش پورتر میفهمونم در کجا درس گرفتگی، در سن چند سالگی وفات کردگی است. همش را پورتر میفهمونیم. با دقت گوش میکنیم. این صبح یکی از دانشمندان اسلام و از روحانیان معروف سنتگرای تاجیک دامالله حکمت الله تاجیک‌آبادی در سن 80 سالگی از عالم چشم پوشید. جسد او را امروز 14 اپریل در دهه غیلمان ناحیه تاجیک‌آباد به خاک سپردند. در این باره از کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طور از سرچشمه ها آمده است دامالله حکمت الله تعلیم اولیه یا ابتدایی دینی را در دوران شوروی سابق در نزد ملا نعمت الله، دامالله جوربک غرمی، دامالله نظری، خوجه کلابی، دامالله شیرعلی اندیجانی گرفته بعدا در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. به گفتن نزدیکانش بیش از 1 سال بود که از بیماری اذیت میکشید. معروفیت او مرزهای تاجیکستان را عبور کرده بود. هواداران بیشمار مولوی حکمت الله ابن فتح الله تاجیک‌آبادی نه تنها تاجیکان بلکه ازبک و قرغیز و قزاق و حتی روس‌ها نیز بودند و در باره گرفتن یک کف دعا به دیدار ایشان می آمدند. او را دوست می داشتند، از عقیده هایش پیروی می کردند. دوستان عزیز، در حق مرحوم دامالله حکمت الله دعای نیک کنیم. خداوند رحمت و مغفرتش کند. تا ویدیو آینده در پناه خداوند باشید.